کپی پیست، کپی پیست، کپی پیست. سلام. کپی پیست یا به قول بعضی ها کپی چسبون، اون هم به صورت غیر مجاز، از اون اتفاقاییه که داد همه رو توی دنیای امروز در آورده. کپی کردن با نیت‌های مختلفی صورت میگیره. برخی تلاش میکنن با کپی کردن اسم و رسم یا شعار دیگران نون محبوبیت و شهرت دیگران رو بخورند. بعضی هم خیلی ساده، چون خودشون فاقد حرف یا ایده موفق هستند، ایده یا حرف موفق دیگران رو کپی میکنن و به جای حرف خودشون به خورد ملت میدن. حالا وقتی این داستان به نظام آخوندی میرسه، دیگه فقط به این دو گروه محدود نمیشه. همه جورش رو میتونی پیدا کنی. اون وقتی که باید پرچم و سوت رو برداری و دم به دقیقه سوت بکشی آفساید. حالا بذارید از موشک پرونی عظما شروع کنیم. توی این سالها آخوندها موشک زیاد درست کردند. موشک چه عرض کنم؟ موشک زیاد درست کردند. معمولا هم رسم بوده که اسم این موشک ها رو زلزال، فلق، سجیل، ازگیل، آجیل یا از این چیزا می داشتن. اما تو سال 88 به ناگهان با موشکی مواجه شدیم که اسمش بود سیمرغ. این ماهواره بر سیمرغ است. حالا سیمرغ توانسته سنگینی انبوهی از تحریم ها را از دوش بردارد و خودی نشان دهد. حالا وسط این ازگیل و سجیل و زلزال، این سیمرغ چجوری روی موشک عظما سبز شد؟ کپی پیست. البته قضیه وقتی جالب تر میشه که متوجه میشیم که این ماهواره بر سیمرغ تا به حال یک ماهواره هم به فضا نبرده و اصلا هیچ وقت به فضا پرتاب نشده. یعنی میشه گفت که فقط یک ژست تبلیغاتی بوده. حالا اینکه توی بهمن 88 رونمایی از یک ماهواره بر سیمرغ چه مسئله ای رو قرار بوده حل کنه، موضوعی که شما میتونید خودتون حدس بزنید. لابد تو سال 88 یک اتفاقاتی افتاده که به صنعت کپی پیست نیاز پیدا کردند. حالا این مال سازمان هوافضا بود. توی کارگاه موشکسازی نظام بعد از چند وقت موشکی در اومد به نام فاتح 313. جهت اطلاعتون نسخه قبلی این موشک شمارش 110 بود. چرا؟ چون خود موشک کپی موشک چینی NP 110 بود. اسمش رو به همین دلیل گذاشته بودن فاتح 110. حالا چی میشه که یک دفعه نسخه بعدی این موشک بعد از 110 یک دفعه میشه 313؟ چرا نه 210 نه حتی 310؟ این 313 از کجا آمده و داستانش چیه؟ بریم به رمضان 1393، سلسله آموزش های درونی مجاهدین که از سیمای آزادی هم پخش شد. در کتاب های تفسیر در اولین جایی که این عدد 313 آمده مربوط به همین رویارویی تاریخی طالوت با جالوت است. این همان عدد اصحاب بدر هم هست. نتیجه این که 313 نفری که سفت و سخت و استوار و بیشکاف بودند، در میان آن همه ترس و رعب و دود و دم ابتکار عمل را به دست گرفتند. بعد از این آموزش ها عدد 313 در درون مقاومت ایران نمادی شد که مفهومش غلبه گروهی کوچک ولی با کیفیت بر انبوه دشمنان بود. سال بعدش هم این آموزش ها بازپخش شد و یک ماه بعد از بازپخش اون کپی پیست. قهرمانی دیگر در خانواده فاتح دیده به جهان گشود. موشک دوربرد فاتح 313 در مراسم روز صنعت دفاعی از موشک نقطه زن فاتح 313 رونمایی شد.
البته صنعت کپی برداری در نظام ولایت قدمتی به اندازه عمر این حکومت داره. اصلا فضا و آسمون رو ول کن، بیا روی زمین. بریم سراغ تشریفات معمول نظامی. اول میریم سراغ نسخه اصلی، بعد به کپی هم میرسیم. سال 1370 قرارگاه اشرف، رژه بزرگ ارتش آزادیبخش ملی ایران. بعد از برگزاری این رژه تصاویر اون به وسیله بروشورهایی در ابعاد وسیع در داخل کشور توزیع میشه. این تصویر تبدیل به نماد قدرت مقاومت ایران میشه و بعد در سال 75 ولی فقیه ارتجاع کپی پیست. اگر شباهتی بین دو عکس میبینید شاید اتفاقی به نظر برسه و اینکه عمدی در کار نبوده، اما من شما را ارجاع میدم به روزنامه ایران زمین در همون سال. نمایش مسخره ساندیدن خامنه‌ای با ماشین روباز از نیروهای ارتش پیش از آغاز مانور یک تقلید خنده‌دار از ساندیدن فرماندهی کل ارتش آزادیبخش ملی پیش از آغاز رژه باشکوه ارتش آزادی بود، چرا که ساندیدن خامنه‌ای پیش از آغاز مانور غیر از ظاهر خنده‌داری که داشت کاری غیر معمول بود. اون سال برای کپی پیست این کار غیر معمول رو کرد. اخیراً باز یک حرکت کپی پیستی دیگه داشت. حتما در جریان هستید که مدتی آموزش‌های تبیین جهان داره از سیمای آزادی هر هفته پخش میشه. میریم سراغ قسمت 25 این آموزش‌ها که در اول اسفند ماه گذشته پخش شد. بخش از اون برنامه رو ببینیم. در مفهوم وجود شناسانه اگر اون راه رو در نظر بگیریم، چپ و راست معنیش در بود، یعنی راه به اون طرف و به این طرف. مفهوم از وسطی که تو ادبیات قرآنی و اسلام هست، وسط مکانیکی نیست، یعنی این دو طرف اینو بگیریم وسط، این وسط مکانیکی است، این یک وسط ایدئولوژیک است. راه میانه یعنی بی انحراف. فقط 4 روز بعد خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش قبل از نمایش انتخاباتش همین تفسیری که الان شنیدید رو کپی پیست. اسلام طرفدار میانه است، طرفدار وسط است، اما وسط در اسلام چیه؟ در مقابل تندرو هست؟ نه، وسط در مقابل منحرف است. راه میانه یعنی راه مستقیم، در مقابل میانه رو منحرف است. البته درد خامنه فقط این نیست که خودش حرفی نداره و مجبور حرفاش رو کپی بزنه. درد بزرگترش اینه که اون صدایی که میخواست کسی نشنوه حالا بیخ گوش خودشون داره منتشر میشه. گزارشی داریم از یکی از دانشگاه‌های کشور از زبان سرتشرک پاسدار قاسمی تو همین اسفند ماه گذشته. تو ترم گذشته استاد تو دانشگاه تهران از مسعود رجوی تمجید کرد، گفت این نتونستن مسعود رجوی رو جذبش بکنند و اینها. مسعود رجوی هم با مریم رفت 17,000 شهید به نامش ثبت شده در دانشگاه تهران. این یعنی اینکه فقط در طول هفته یه نصف روز، اونم 2 ساعت، دانشگاه تهران و مسجد جامعش دست به دوه. این ترم گذاشته آقا تو باور میکنی تمجید مسعود رجوی بکنه؟ بچه تو هم گیج و کلافه هستن. شب اومده خونه اینو، بابا مسعود رجوی چیه که اینو گفتش؟ که این چی شده اینو؟ بابا مسعود یا ابوالفضل. حالا یه سری بزنیم به یکی از این دانشگاه‌ها ببینیم این گیجی و کلافگی که میگه از کجا ناشی میشه؟ کی داره اونجا تعریف و تمجید میکنه؟ این که باز قاسمیه که شبی که مسعود داشت حمله میکرد نرفته بود عرق سگی بزنه. باور کنید. بگم کجا بود؟ حرم ابوالفضل العباس با نیروهاش.
الله اکبر از این تاریخ. فیلمش هست، نیروها مجهز از سوئد، دانمارک، بلژیک، هلند، شمال، جنوب، شرق، غرب اومده سازمان داده، گچ کرده، تجهیز شده تو کف حرم ابوالفضل عباس. مسعود داره مقاله های کاریزماتیکش اونجا 2 مرتبه میخونه، سخنرانی میکرد. اینجا وقتی که توی شمال سخنرانی کرد بالای سر این میرزا کوچک خان جنگلی، 200,000 نفر دانشجو و جوان ریخته بود. وقتی صحبت میکرد اینا قش میکردن همه، چنین کاریزمای صحبت چیزم نمیکرد. تازه حرف بلد بود بزنه. اینها اینقدرم خاطرخواه داشت. بعد اینو میگفت: ابوالفضل عباس، به حق دستان بریدت قسم میخوریم که امروز بسیج شده این برای سرنگونی حکومت فلانی و تا اونو این دشمنان شما رو به خاک نمالیم، اینها آزاد نکنیم ایرانو، چه نمی کنیم و فلان نمی کنیم. تو جیب نیروهاش وصیت‌نامه اونها. بله، صدایی که 37 سال میخواستن سانسورش کنن تا به گوش کسی نرسه، حالا بخوان یا نخوان داره تو گوش و کنار ایران طنین پیدا میکنه. اینجوری میشه که از روی پیسی میرن سراغ صنعت کپی پیست. خدا یار و نگهدارتون.